خب السلام علیکم دوملای محترم. درباره عاق پدر و مادر یک چیزی میگفتید. برادران عزیز، عاق پدر و مادر، کلمه عاق اصل ما اگر یعنی معنای کلمه عاق اگر نگاه کنیم به معنای ترک کردن، یعنی پرتافتن پدر و مادر میشه. انسانی که پدر و مادرش ترک میکنه، سراغ نمیکنه، نگاه نمیکنه، احترام نمیکنه، حقشون ادا نمیکنه. اما کلمه عاقی که امروز ما مردم تاجیک یعنی را عادت داره میگن فلانی پدرش عاق کرده است، مادرش عاق کرده است، این در تحت همون آیتی که خداوند برای ما یعنی دستور داده است، امر کرده است که ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما. در تحت کلمه این آیت میداره خداوند ما را امر کرده در خدمت پدر و مادر در نزد پدر و مادر اف نگویی، سخنهای قبیح و بد و آزاردهنده برای پدر و مادر نگویی. گفتن جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم یعنی که این چیزا خداوند برای ما امر کردن که در نزد پدر و مادر فقط سخنهای یعنی دلبرداری خرسند کردن برای پدر و مادر گویی، یعنی سخنهای قبیح و بد در نزد پدر و مادر نگویی. این دلالت داره. اما اکنون اون چند وعیدهایی که درباره یعنی انسانهایی که پدر و مادر یعنی عاق پدر و مادر هستند، ان شاء الله چند حدیثی را من اینجا نوشته کرده ام، ان شاء الله میخوانم. جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم در یک روایت فرمودند که الا انبئکم باکبر الکبائر، گفتن آیا من شما را خبردار نکنم به گناهی که از همه گناههای کلانتر است، یعنی با کلانترین گناه ها را من برای شما خبر نکنم؟ اهل اصحاب گفتن بلا یا رسول الله. گفتن آره یا رسول الله ما را خبردار کن. جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن الاشراک بالله، گفتن یکم از همه گناهی بزرگتر و کلانتر به خدا شریک آوردن، یعنی مشرک شدن، این گناهی نابخشیدنی است. و دیگرش جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن والعقوق الوالدین، دیگرش عاق پدر و مادر، شخصیتی که عاق پدر و مادر است، گناه اینم خیلی گناهی بزرگ است. و جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه وقتی این سخنها را میگفتن تکیه زده بودن، اما از جای خود خیستند، دو زانو نشستند و جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم که الا و قول زور و شهادت زور، الا و قول زور و شهادت زور فما زال یقولها حتی قلت لا یسکت. راوی حدیث میگه جناب پیغمبر از جا خیستند، دو زانو نشستند و این جمله ها را تکرار میکردند که با از همه گناهی بزرگترین سخنی دروغ گفتن و شهادت یعنی گواهی دروغ دادن است. این جمله ها را میگه تکرار میکردن. من گمان میبردم، فکر میکردم که جناب پیغمبر دیگه یعنی ساکت، یعنی این سخن ها را گفتنش بس نمیکرده باشه. یعنی این گناه های از همه بزرگتر هستند. یکی از اونها چی است؟ عاق پدر و مادر. در روایت دیگر جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن که ثلاثه قد حرم الله علیه الجنه، گفتن سه گروهی مردم خداوند براشون جنت حرام گردانده است. یکی از اونها مدمن الخمر، انسانی که دوامناک یعنی عرق نوشی میکنه، انسانی میزده. و دیگرش والعاق، انسانی که عاق پدر و مادر است، اینم خداوند براش جنت حرام گردانده. و دیگرش دیوس، انسانی که دیوس است، جناب پیغمبر گفتن دیوس شخصیتی است که ناپاکی اهلش میدونه و یعنی آرام نمیشه، یعنی سر راه او را نمیگیره، او را معنی نمیکنه، میدونه که یعنی زنش، دخترش، یعنی نزدیکاش بد و ناپاک هستن، فاحشه هستن و یعنی او اینها را معنی نمیکنه. این جمله را خداوند براشون دوزخ حرام گردونده است. در روایت دیگر جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن که کل ذنوب یؤخر الله منها ما شاء الی یوم القیامه الا عقوق الوالدین، گفتن تمام گناه ها را خداوند عذابشون تأخیر میگذاره به روز قیامت. یعنی انسان هر گناهی کرد در روز قیامت بعد از آن خداوند یا او شخصیت میبخشه یا جزاش میدهه. گفتن مگر عاق پدر و مادر خداوند تأخیر نمیگذاره عذاب شه. خب فإن الله يعجله لصاحبه في الحیاة الدنیا قبل مماته، گفتن پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم که انسانی که عاق پدر و مادر او شخصیت خداوند در همین حیات دنیاش پیش از مردنش یعنی به یک بلا و به یک درد و به یک یعنی وزوینی سختی مبتلا و گرفتارش میگردن. یعنی عاق پدر و مادر خداوند در همین دنیا خارش میگردن، در همین دنیا به یک بلا و مصیبت گرفتار و مبتلاش میگردن. به همین خاطر از این گناهی بزرگ انسان خیلی باید که حذر داشته باشه که خیلی عاق پدر و مادر گناهی بزرگ است برادران عزیز.